میخوایم امروز با هم دیگه بریم سیرواویج یا سیرفاویج درست کنیم. یه غذای گیلانی، اصیل و خوشمزه. البته تا آخر ویدیو همراه باشین. یه بنده خدایی بود بهم میگفت شما گیلانی ها غذا نمیخورین، مزه میخورین، در کنارش یه مقداری غذا هم میخورین و واقعا خیلی خوشمزه بود. حالا شایان داره میخوره، من دهنم آب افتاده پشت دوربین، دارم دیوونه میشم و بالاخره موفق شدم. یه طعم دودی خوشمزه و اصلا یعنی نگم براتون. اینجا هم داشتم چای میریختم، یه سوتی خیلی قشنگ دادم، فهمیدیم که شکلات ها رو خونه جا گذاشتیم